من فکر میکنم مال واژه ها دیگه او کارایی بسیار تصنعی و نمایشی خود از دست داده. این واژه ها با او زمان در زمانی که مثلا اعتقادات زیادتر ایدئولوژیک در عرصه سیاست مطرح بود، این بحث در میان روشنفکران بسیار داغ بود. متاسفانه امروز کسایی که باز حرفی را از خدمت میگن و در واقع باز آدم که وقتی میبینه که اصلا به گپ باوری ندارن و اعتقاد ندارن. من نمیخوام این گپ بسیار برجسته بسازم و خود خدمتگزار مردم افغانستان جا بزنم که بعضیا بگن که آدم خدمتگزار نیست و بعضی بگن هستن. من هیچ وقت ادعای گپ ندارم. من یک کسی هستم به می کشور تعلق داشتیم و دارم، به می حوزه زبانی و فرهنگی تعلق داشتیم و دارم، و حتی در اروپا هم کتابی را که به زبان جرمنی نوشته شده، به زبان آلمانی نوشته شده، از طرف دانشکده زبانشناسی مونیخ به نام قرائت زبان فارسی که متنای اصلیش به زبان فارسی است، اصلا کتاب به زبان آلمانی است، از طرف یکی از نهادهای بسیار معتبر آلمان تهیه شده که ارزش دانشگاهی، ارزش واقعا کتابی است که در تمام نهادهای دانشگاهی اروپا این اعتبار تدریس داره. ما از جمله کسایی هستیم در تقریبا بخش متن‌های فارسی در کتاب سهم گرفتیم. در موجام او حتی باید در کنار مثلا باید یک کار دیگه، کار به زبان آلمانی میکردم یا انگلیسی، کار به یک زبان دیگه، اما در موجام به این زبان و فرهنگ ما توجه داشتیم و هیچ وقتی توجه و عشق خودم از یاد نبردیم، به هیچ چیزی می رو معامله نکردیم. از او خاطر تنها یگانه چیزی که من میتونم بگم بدون ریاکاری، بدون اضافه گویی، نمیتونم گفتم بگم خدمتگزار مردم هستم. میتونم گفتم که عاشق همین زبان فرهنگ هستم. سپاسگزارم آقای عزیزپور. باز هم اگر لطفاً شعر بخوانین و ترجیحاً اگر کلام غزل بخوانین ممنون میشیم از شما. یکی از سروده ها را میخوانم که بیشتر اشارتا شما گفتین که تقریبا در انجمن قلم و سروده راستی واقعا دوجه خوانده شد، چیزی که خوانده نشده باشه در جای دیگه. بله. آخرین وخشور. سرزمین مهد شیران، شیر مردانت چه شد؟ کاوه و مانی و زرتشت سخندانت چه شد؟ گر شکوه جاودان رستمت افسانه شد، طایر و یعقوب و سهراب سمنگانت چه شد؟ گر چراغ شام یمگانت فسرده صد دریغ، بوعلی آن پور سینا مظهر جانت چه شد؟ دفتر عشاق آن مولای تو ناگفته ماند، آخرین وخشور مرد از بدخشانت چه شد؟ نیز سالاران کویت یک دو نام بر لب است، رهروان پاکباز عشق و عرفانت چه شد؟ می نوردد شرق و غربت ارمنزادان غیر، برق دشمن کوب شمشیر خراسانت چه شد؟ مرد مردستان تو کشتند با کین و فریب، 100,000 گر بکشتند 1,000 چه شد؟ سپاسگزارم آقای عزیزپور. آیا به نظرتان شما یک شاعر سیاسی بودید؟ یک چیزی را من صادقانه براتون میگم که از بسیار کودکی در کنار از که پدر ما یک سپاهی بود، افسر بود و ما کتاب‌های مثل تاریخ طبری، حافظ یا مولانا یارم میخواند و این علاقه در وجود ما از اون کودکی جا و جاشته بود. بعدها ما به سیاست خلاف تمایلات درونی خود یا وضعیت و شرایطی که به وجود آمد و خصوص اوضاع دانشجویی و روشنفکری، ما به یکی از علاقات سیاسی دستن دوجه مصروف شدم. البته دوجه مصروفیت ما مدت زیاد گرفت، از او خاطر یعنی خواستن یا ناخواسته
در سروده های ما، در کارهای ما شما رگه های سیاسی را میبینین و این رگه های سیاسی را ما کوشش کردیم با یک لحاظ ادبی، لحاظ فرهنگی یک مقدار این را عمیق‌تر بسازم. این را تنها در سطح سیاست زدگی و سیاستگرایی های سطحی امروزی در او سطح بسنده نکردیم. چرا کار سیاست مداران که ما اکثرا حالا که میبینم حتی با اساس همون دید قدیمی ما میبینم بسیار واقعا زار است. شما ببینید یک وقتی که مثلا کسی شخصیت مثل غبار سیاست میکرد، او پیش از اینکه به سیاست بپردازه ادیب بود، دانشمند بود، با زبان آشنایی داشت. متاسفانه کسایی که امروز دستن در کار سیاسی هستند اکثرا با اساسات زبان آشنایی ندارند، با اساسات سیاست آشنایی ندارند، با اساسات سیاست در سطح جهانی آشنایی ندارند، با شاخصهای خود کشور ما، شاخصهای فرهنگی، تاریخی، هویتیشان و ارزش‌های جان شمولشان آگاهی ندارند. حالا ما هیچ جای ما از زبان یک سیاستمدار نشنیدیم که از افتخارات ما چیزا یاد کنند که حداقل به غربی‌ها قابل فهم باشه، به انسان امروزی قابل فهم باشه. باورتان میاد ما جای رفتیم گفتیم ما افغان هستم چیستم، بسیاری کسا ما رو نشناختن. ما گفتم ما فارسی زبان هستم. صادقانه برتان میگم که حتی تکان خورده، حتی بعضی از دانشمندان بوده استاد شده در برابر من. ما در بسیاری دانشکده ها و حوزه های تحقیقی اروپا رفتیم، در جایی که اصلا تصورش من نداشتم. یکی از سروده های حافظ یا خطار جای در کتابخانه های شرق شناسی جای از این سروده های بزرگا بوده. از او خاطر من حتی وقتی که اروپا رفتم قوت و توانمندی ادبیات در زبان فارسی ما اصلا در اروپا شناختم. متاسفانه ما از زبان هیچ سیاستمدار نشوندیم که به دفاع زبان، به دفاع انسانیش، نه به دفاع تعصب آمیز و از در جهالت و خیره سری و بدتری جویی، بلکه بسیار به دفاع فرهنگی زبان در سطح منطقه توجه کنه، در سطح جهان توجه کنه که حداقل همین جهانیان بفهمه که ما برخواسته از کدام حوزه تمدنی و فرهنگی هستیم، از کجا آمدیم، که بر از او شخصیت و هویت ما قابل درک باشه. بسیار خوشحالم که شما باعث افتخار کشور هستین و باعث افتخار ما هستین. آقای عزیزپور میگن که در افغانستان سیاستمدارایی وجود دارند که حتی سواد خواندن نوشتن ندارند. گرچه این بسیار خوب آمده است، با فکر میکنم با مردمی که اکثریتش بی سواد هستی، با او کسایی که چون زبانشان اونا بهتر میفهمند. یا اگر کسای دوستایی که تحصیل کرده هستن، متاسفانه ما در حوزه زبان هم مشکل داریم. اینا اگر این بهتر است که بی سواد باشی تا نیمچه ملا. چرا در قسمت نیمچه ملایی یک مشکل ما داریم که وقتی که یک کسی نیمچه ملاست یا در یک حوزه، در یک مسلک آشنایی کافی نداره، اونا بیشتر کار میکنند که هیچ طرف از او سود نمیبره. آدم بی سواد حداقل طرفش که اگه بی سواد باشه زبانش میفهمه و درک میکنه چی میخواد بگه. متاسفانه کسایی که نیمچه با سواد هستن یا نیمچه ملا هستن که اکثریت ما را میسازه، متاسفانه اکثریت جامعه ما را میسازه نیمچه ملاها و سطحی نگرا. این افراد متاسفانه زبانشان نه ملا میفهمه، نه مولوی میفهمه، نه شاعر میفهمه، نه نویسنده، نه فیلسوف و نه مردم عامیانه و عامی. از اون خاطر بهتر است که آدم بی سواد باشه تا مردم عوام زبان آدم زودتر درک کنه. آقای عزیزپور متشکرم. کم کم در آخر برنامه هستیم. یک چند تا سوال کوتاهی دیگه هم از خدمتتان دارم، اگر کوتاه جواب بدید. چند فرزند داریم؟ ما 2 فرزند دارم. یکیش سوراب بچه هست، سوراب نام داره. یک دختر دارم به نام فروهر. هر دوش در آلمان در منشن درس میخوان. فارسی رو خوب حرف میزنن یا آلمانی رو؟ دخترم بر 2 زبان، حتی به 3-4 زبان، چون سیستم آموزشی به شکل است که بعد از صنف 2-3 تقریبا کوشش میکنند که البته زبان فارسی جزء برنامه از اون نیست،
همین زبان لاتین، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی. فرانسوی را مثلا دخترم میتونه صحبت کنه، انگلیسی را میتونه و آلمانی خود زبان اولش هسته و زبان دومش زبان فارسی است. از دخترم از بچه‌ام تقریبا یک مقدار کندتر است. خوشبختانه دخترم باز یک روز من یک شعر میخواندم و یک چیز نوشته میکردم، گفت چی میخوایی؟ گفتم من شعر نوشته میکنم. گفت او رو گفت با آلمانی بگو. برش گفتم گفتی کدام کمال نیست اینم برات من نوشته میکنم. دمو لحظه چشم برم زدن یک دو پاره شعر به زبان آلمانی گفت دخترم. خوشبختانه او هم باز به ادبیات میگه پا علاقه دارن و اکثرا مرا تشویقم کرده. دخترم زیاد تشویق، البته همسرم همیشه در کنارم بوده. اونا هم در اروپا هستن، همونجا پرستاری اولاد هستن و در کنار از او کارم میکنن. درست است. بسیار خوب، امیدوار هستم همیشه در زندگیتان موفق و شادکام باشین. چند تا واژه و اسم نام میبرم، لطفاً کوتاه در یک جمله واکنشتان به ما بگویید. شیخ فرودالدین عطار. عطار روح بود. حضرت مولانا. بزرگترین عارف و انسان متفکر جهان. آدولف هیتلر. بالمانا آدم است که یک مقدار مورد توجه و دنیای دیگر نه. سلطان محمود غزنوی. شخصیت چند بودی داشته. از دید جانجو، از دید مثلا افراد توسعه طلب و جانگشا مرد بزرگوار بوده. در حوزه فرهنگی کارهای کرده مورد توجه، اما در حوزه کشورگشایی فکر میکنم که به قتل و کشتار کسای پرداخته آدمو مسیر قرار گرفته، تاریخ قرار داده شو، بود منفیش است. هیلاری کلینتون زن بسیار شجاع است که شوهر خود نجات داد. جالب. نه. الهه سرور. از خانم های است، از آوازخوان است که من آوازش شنیدم و کوشش کردم که تا آخر بشنوم چی میخوانه. رای دادین؟ و میخواستم حتی در جایی که بودم میخواستم بگم که میره کوشش کنه کمی اولش. بسیار خوب. دو تای دیگر هم میپرسم. سلطان سالار عزیزپور. یک شخصیت با گفته ژان لاکان چند منی است، چند بودی است. کسی که ما حتی همیشه ما خودم هم به دنبال شناختش بودیم، هنوزم قادر نشدیم که بشناسمش. اکبر حسینی. مرد بسیار دلسوز، مرد بسیار صمیمی و کسی است که در عرصه چاپ کتاب کارهای بسیار خوب کرده. بسیار متشکرم، سپاسگزار هستم جناب آقای عزیزپور. با تشریف آوریتان برنامه این هفته ما را رنگ و معنویت بسیار زیاد بخشیدین. در آخر برنامه هستیم. اگر چنانچه شما صحبت خاصی نداشته باشید، شما را و بینندگان گرامی را به خداوند پاک و لایزال می سپارم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.